اثری سگانه نویسنده آلمانی کارنلیا فونکه با نام دل سیاه که در بین خوانندگان خردسال و والدان آنها محبوبیت خاصه پیدا نموده است، درباره سیاحت دخترک نورس مگی و پدر او مارتیمور که قابلیت به طور معجزه احیا کردن رویدادهای در کتاب‌ها توصیف شده را دارد نقل می‌کند. در عالم خیالی رمان‌های دل سیاه، خون سیاه و مرگ سیاه مخلوقات عجیب افسانه‌ای زندگی می‌کنند که نویسنده با یاری آنها در صفحه‌های کتاب‌های خود درباره نیکی و بدی، درباره محبت و دوستی، درباره عدالت و ناعدالتی‌ها تصویرهای جاودانه می‌کند و به قهرمانان آنها کمک می‌نماید که پهلوهای تا حال نامعلوم شخصیت خود را آشکار سازند. کارنلیا فونکه در اثر از سرگذشت آنهایی که کتاب را خیلی زیاد دوست می‌دارند نقل می‌کند که آنها توانستند جهان بدیعی از کتاب دل سیاه به جهان ما به حیات عادی هر روزمان پیوست کنند. اما طوری که عادتاً چنین می‌شود، قهرمان‌های از صفحه‌های کتاب بیرون شده مثبت نبوده بلکه منفی اند. مارتیمر پدر مگی 12 ساله یک قابلیت عجیبی دارد. وقتی که او با آواز بلند می‌خواند قهرمان‌های کتاب زنده می‌شوند. اما از این تأثیر منفی نیز هست. کسی از اطرافیان به صفحه‌های کتاب می‌افتد. همین طریق باری در خانه مگی یک بدخواه مشهور از کتاب دل سیاه کاپریکورن و خادم صادق او باست در حیات واقعی پیدا شدند و به جای آنها مادر مگی به داخل کتاب افتاد. قهرمان منفی کاپریکورن به دنبال کتاب شد و تصمیم گرفت که همه نسخه‌های کتاب را نابود سازد بجز از یک نسخه که با دقت محافظت کرده میشد تا کسی او را دیگر باره به کتاب برگردانیدن نتواند، بلکه خودش مجبور کند که مارتیمر یا کسی دیگر را قربانی کرده برای انجام دادن مقصدهای زشت خود دوست درینش را روح دهشتناک را به حیات واقعی برگرداند. رمان دل سیاه نه تنها افسانه کودکان است، بلکه این رمان برای همه سن و سال می باشد که هم برای کودکان و هم برای پیرانسالان یک خیل عبرت آموز است. این کتاب سحرانگیز به شما تعلیم می دهد که فکر مکمل کنید و آن چیزهایی را که دیگران پی نمیبرند تصور نمایید. آن چیزی که به گوش انسان‌های دیگر ناشنوا است شنوید. وی خوانندگان خود را به مرز بین واقعیت و بدیهیت میبرد و به آنها امکان میدهد که انتخاب کنند در جهان خود بمانند و یا به دنیای ناپیدا کنار کتاب ها بروند. طور خود نویسنده جای قید می نماید: با من ایده خواندن پرسوناژ ها از کتاب خیلی پسند آمد. بله، برای این به شما چنین خواندن استعداد غیر عادی لازم است تا طوری خوانید که همه چیز زنده شود. اما این امکان پذیر است. در اینجا این طور نشان داده شده است، یعنی کمی آمیخته تخیلات. شاید ما فقط نمیدانیم که چی طور با آواز بلند درست و تاثیرناک خوانیم. شاید دفعه آینده چند از دوستانمون از جمله قهرمان‌های مثبت به حیاتمان آیند. یک چیز را من خودم با قطعیت آموختم: کتاب‌ها برای خواندن آفریده شده اند. جهان‌هایی که در زیر مقواهای گوناگون رنگ پنهان کرده شده اند نباید در کتابخانه‌ها، جیوان‌ها و اتاق‌های پردار گرد آیند. به آنها بدبختی روی داده میتواند. کتاب‌ها را خواندن، فهمیدن، لذت بردن و خیردی در آنها موجود بوده را باید درک کرد، زیرا آنها آماده‌اند. هر کی آنها را باز کند دوست دارند. بینندگان عزیز، یادآور می‌شویم که از روی اثر مذکور فیلم همنام نیز در سال 2009 از طرف شرکت سینماگرایی وارنر براس و نیو لاین سینما آفریده شده است که خیلی جالب است و محبت و توجه تماشابینانش را به خواندن کتاب‌ها زیاد می‌گرداند. بینندگان عزیز، شما می‌توانید از طریق مذکور را از منبع‌های الکترونیکی خوانش کتاب‌ها با زبان روسی و دیگر زبان‌های خارجی دسترس نمایید.